شاخص صلح جهانی یا گلوبال پیس ایندکس نام یک شاخص برای اندازه‌گیری میزان صلح و آرامش نسبی در کشورهاست. این شاخص سالیانه تعیین می‌گردد. بر اساس گزارش 12 ژوئن 2019 مؤسسه بین‌المللی صلح و اقتصاد از شاخص جهانی صلح، ایران در رتبه 142مین از میان 163 کشور قرار گرفته است و بدین ترتیب بعد از نیکاراگوئه، بورکینافاسو و زیمبابوه بیشترین افت را در سال جاری داشته است. وضعیت صلح جهانی به 4 رگ تقسیم بندی می شود: سبز، زرد، نارنجی و قرمز که ایران در وضعیت نارنجی قرار دارد. مؤسسه بین‌المللی صلح و اقتصاد مؤلفه های مختلفی را در رده‌بندی خود در نظر می گیرد، از جمله تنش‌های داخلی و خارجی شامل تنش‌های سیاسی، هزینه‌های نظامی، نقش داشتن در تروریسم و میزان خشونت، درگیری، قتل و بازداشت. به گفته این مؤسسه در گزارش اخیر، ایران بیشترین سقوط صلح را در منطقه داشته که یکی از دلایل آن تظاهرات اعتراضی آبان ماه 98 است. اعتراضهایی در انتقاد از وضعیت اقتصادی و تورم شدید در ایران که با خشونت سرکوب شد. از دیگر عواملی که هم وارد تنزل جایگاه ایران مؤثر بوده، حمایت رژیم ایران از گروه‌های شبه نظامی در منطقه به ویژه در یمن، سوریه و عراق است. در جدیدترین گزارش شاخص جهانی صلح 163 کشور مورد بررسی قرار گرفتند. صلح‌آمیزترین کشور جهان ایسلند است که مانند سالهای گذشته در رتبه اول قرار گرفته و پس از آن نیوزیلند، پرتغال، اتریش و دانمارک با کسب رتبه‌های دوم تا پنجم به عنوان صلح‌آمیزترین کشورهای جهان شناخته شده‌اند. این رده‌بندی حاصل تحقیقات مؤسسه صلح و اقتصاد در استرالیا است.